سرباز بیا اینجا. بابانی فرمانده. بله شما کارتون رو بکنین. اسمت چیه؟ هانی خانم. هانی؟ ما هانی نداشتیم تو لیست. هانی یعنی عسل. آها عسل. بش ببینم تو ازدواج که نکردی؟ نه سینگلم. سینگل یعنی چی؟ یعنی تنها. آها تنها مثل من شوهرم فوت کرده. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. نامزدم که نداری؟ نامزد که نه، یه اکس به درد نخور داشتم، رفته بودم مرخصی هفته پیش، دیدم با دخترم هم ازدواج کرده، بیش صاحب بی‌معرفت. آخه طوری نی. الان نمیخوای ازدواج کنی؟ قصد ازدواج نداری؟ واسه خودتون میخواید خانم؟ حیا کن. برای پسرم میخوام. مهریتم یه تانک میزنم به نامت. ولی این دخترمه بی صاحبمو شوهر دادن 6 تا تانک بهش کردن، بابام نمیده به یه دونه. حالا 2-3 تاش هم از این اسقاطی‌ها پیدا میکنی، مشکل نداره. تو فقط با خانواده صحبت بکن. یه روز قرار بذاریم ما مرخصی بتونم 48 ساعت بری میایم دیدن. حالا فرمانده الان که دارم عروس قشنگتون میشم، این 2 روز آخر هفته رو من مرخصی میدی با رفیقام برم دیت؟ بی داری لوس میشی ها. رو بهت میدم پر رو میشی ها. بلند شما سر کارت. خدا بینم. نمیشه به این دخترها رو داد. که من خورد و خمیرم، همین الان میمیرم.